کوا ګلي ورته چې نندري پسرلی خوري وګمې دي ځان جوړوه لاس راکوه ګلې ورځو چې نندرې دي لاس راکوه ګلې ورځو چې نندرې دي په ګلغونډې په ګلغونډې دار ګوان جوړې ملې دي ځان جوړوه لاس راکوه ګلې ورځو چې نندرې دي ځان جوړوه ګلې ورځو چې نندرې دي سلامونه نیکی هیل احترامات تقدیم د اذان افغانستان یوټیوب چینل درنو لیدونکو وخت مو په خیر یو ځل بیا زه خیبر هوشمند تاسو ته په یو ښکلي تفریحي خپرونه کې ستاسو درانه چوپړ ته حاضر یم تاسو به د ګلغونډۍ په اړه ډېر اورېدلي وي ګلغونډۍ کوم ځای ده کوم موسم کې دلته ډېر تماشاچیان د دې ښکلي ځای لیدو ته راځي نو نن موږ هم وغوښتل تاسو درنو لیدونکو ته داسې یو ښکلې خپرونه د ګلغونډۍ په تپه کې البته د پروان ولایت کې وړاندې کړو نو د خپرونې تر پایه پورې موږ سره اوسئ موږ د کابل نه سفر پیلو تر ګلغونډۍ پورې تر څو تاسو درنه لیدونکي د دې ښکلې خپرونې څخه خوند واخلئ د خپرونې تر پایه زموږ سره پاتې شئ په دې سفر کې زموږ ملتیا وکړئ د یادونې وړ ده چې د اذان افغانستان یوټیوب چینل سبسکرایب لایک او کمنټونه مو له یاده ونه وځي له موږ سره اوسئ سلامونه درنو لیدونکو مننه چې له موږ سره یاستئ نو موږ راورسېدلو اوس د پروان ولایت ته او له دروازې څخه داخلیږو زه ګلغونډۍ ته تاسو ته ښایسته خپرونه وړاندې کوو تر پایه شبو له موږ سره اوسئ پسرلی خوري وګمې دي ځان جوړوه لاس راکوه ګلې ورځو چې نندرې دي لاس راکوه ګلې ورځو چې نندرې دي په ګلغونډۍ دار ګوان جوړې ملې دي ځان جوړوه لاس راکوه ګلې ورځو چې نندرې دي ځان جوړوه ګلې ورځو چې نندرې دي
سره ګلونه چترې جوړ کړي امیلونه لا 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 د چا په مخ د چا په مخ دنه دنه زلفې خوارې دي ځان جوړوه لاس راکوه ګلې ورځو چې نندرې دي لاس راکوه ګلې ورځو چې نندرې دي په ګل غونډې په ګل غونډې دار کوان جوړې میلې دي ځان جوړوه لاس راکوه ګلې ورځو چې نندرې دي لاس راکوه ګلې ورځو چې نندرې دي باز هم سلام دوستای عزیز بیننده های یوتیوب چینل اذان افغانستان. بالاخره بعد از سفر چند ساعته رسیدیم به دامنه گلغوندی. گلغوندی یکی از تپه هایی است که خیلی بیننده ها عزیزان با نامشان با دیدنشان آشناست و بعضی از دوستا هم شاید با ایشان آشنا نباشند. ما هم آمدیم امروز که برنامه خود را در این ساحه تفریحی برای شما بسازیم، از فرهنگ مردم آگاه شویم، از طبیعت تماشای طبیعت بکنیم و شما بیننده های عزیز از این برنامه ما لذت ببرین. دیگه تا آخر برنامه با ما باشین. ما اینجا آمدیم رسیدیم بخیر. برنامه خود ادامه میتیم. باز هم سابسکرایب یوتیوب چینل اذان افغانستان از یادتان نره. تا آخر برنامه بیننده اذان افغانستان باشید. بیننده های عزیز، قسمی که میبینین ما رسیدیم به داخل گلغوندی. برادر ما هم بچکر به سیاحت آمده، استادش کردیم کتش مصاحبه کنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر سلامت. تشکر. اسم مبارکت؟ فیض احمد هستم. فیض احمد جان، چطور چکر آمدی؟ چکر آمدیم بخیر جان. همراه رفیقات آمدی؟ همراه رفیقای ما آمدیم. چطور اینجا خب مردم که میکت دیگ و کاسه و وسایل آشپزی من شما نان خورده آمدین؟ ما نان خورده آمدیم. ما دیگه چون که باران هست، باران بوده که حالا خوب شده. دیگه هوا سرد دیگه نمیشد که دیگه کاسه رو بیاریم. حتما خیلی خانه نزدیکت نان خورده آمدی؟ خانه نزدیک نان خورده. کدام اینجا زیاد بیروبار میباشه در ساحه گلغوندی؟ در ساحه گلغوندی هم همیشه بیروبار میباشه. با چون روزای جمعه خیلی بیروبار میباشه. مردم از هر ولایت میان اینجا با تفریح میان. بیروبار زیاد میباشه؟ خیلی بیروبار میباشه. باز اینجا دیگ چیزی میکنن یعنی صرف همتومیان میگردن پس نه دیگ آسان میکنن. مردم با شکر هم میان میشینن. دیگ پخته کردگی هم میان نمیجا. یعنی مردم فامیلی هم یعنی؟ فامیلی هم میان. فامیلی هم زیاد میان. ماشاءالله فضایش خو خیلی مقبول است. فضایش خیلی نام خدا مقبوله. در سال نو بیروبار میباشه. روزای جمعه تا چه وقت می گلا به می حالت خود میمانه؟ یعنی چند ماه تا سال نو که شروع شد چند ماه طول میکشه که تو به حالت خود بانه؟ تا سال نو مردم یا بیریبار می داشته باشه. تا وقتی که گلش هست بیریبار می داشته باشه. بعد از اون مردم یا روز جمعه هم میان بیریبار می. اگه گل از بین هم بره دیگه ساحه هم تو ماشاءالله سبز میمانه. ساحه ماشاءالله تو سبز می باشه. خو ماشاءالله که اینجا بیروبار زیاد میره. فضایش خیلی مقبول هم است دیگه. ان شاء الله امنیت هر چیز دیگه. ان شاء الله امنیت هیچ مشکل نیست. فضل خدای نیست. بخیر و سلامت باشین. ساحه شما ماشاءالله کلان است. تشکر برادر محترم که چیزتان کنیم. چیز کار خدمت باشه. میمان ما شین. سلامت باشه. آرام باشه. میمان ما باشه. ها شوخی کردم. امر تشکر برادر. تشکر. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ولیده د ورور موږ ته ویل چې دلته ډیره ښایسته فضا ده. خیلی فضای قشنگ و مقبول است. 2 ماه 3 ماه که اینجا هر چیز کار میکنه. بعد از او نمی فضایش اگه گلا از بین بره چمن و چیزا میمونه. بعد از او مردم به سیاحت به چکر اینجا میان. خیلی از اینجا لذت میبرن. فامیلی میان اینجا و از اینجا از فضای از اینجا رو لذت میبره دیگه. همکار ما ان شاء الله که ویدیوهای چیزا را میگیره. مقبول ویدیوها را براتون میگیره. خیلی فضای دلنشین و دلچسب است دیگه. تا آخر برنامه با ما باشین. از برنامه لذت ببرین. سلام علیکم برادر. سلام علیکم. اسم رحیم شاه. اسم مبارکت؟ اسم رحیم شاه. رحیم جان. رحیم شاه جان یادی دختره تا دخترکوی ما هستن. چکر آوردی آره؟ آوردیم مثلا سیل گلغوندی به خاطر گل هوا. چی سرش خوردی راز بگو؟ هیچ چیزی. چی خورده سرتان؟ نام تو چی از دخترک؟ عایشه. عایشه جانی طرف استاد شو. خو عایشه جان چکر آمدی؟
چی خوردی؟ نه. نه پدر جانت اعلانت اونجا ببرش بگو با ما جوز بخر خو یادت نره خو مکتب میری یعنی نه. هنوز مکتب شامل نشدی نه. چای چی خوردی چای خو صبح خوردی چای چی خوردی شوروا خوردی پلو خوردی گوشت خوردی چی خوردی چاش برنج. نوش جانت سلام علیکم علیکم بگو خب چی گپ است انشالله که فضا خیلی دلنشین است خانه اینجا نزدیک است خانه اینجا پروان است. خب پروان که است راست بگو هفته چند دفعه میای اینجا این طرف ولی امروز دلم نبود که بیایم خاطر این دخترکای خیسم آمدم. نه خوب میکنی یا به فضای تازه نیاز دارن هر چیا را تازه نگاه کنی اگر نه آفتابی 3-4 دفعه شده کاملی یعنی ما 1-2-3 دفعه خو میای یا چطور است لذت میبری ان شاء الله دیگه خوب است لذت بخش است. خانه تو خو نزدیکت باید با دیگ و کاسه و چمچه فامیل گرفته بی از این فضا لذت ببری فامیل نمیمونه دیگه فامیل اجازه نداره. خودت مقصدی اردو دخترکا را بیسکیت و چیز میگیری ها بس این دیگه بالا نمیگیرم. خیر تشکر که امروز ما مصاحبه کردین بخیر باشین چکر خوش برات میخوایم دوستای عزیز قسم که میبینیم برادر ما با اردو تفلکای نازنین خود آماده بود از فضای گلغوندی لذت میبرد دیگه بیننده ما باشیم ما آهسته آهسته پیش میریم تا برنامه دلچسب و دلچسبتر شوه و شما از فضای مقبول لذت ببرین قسم که میبینین بسیار در فضای لوکس و شیک آمدیم ابرام از آسمان تا شده سر کوه است و فضام خیلی دلنشین خیلی دلچسب است دیگه خدا کنه که تا آخر برنامه از برنامه ما لذت ببرین تا آخر برنامه با ما باشین بازم سابسکرایب یوتیوب چنل اذان افغانستان از یادتان نره سلام بیننده های عزیز داخل گلغوندی هستیم اینجا کاکا شیشته انشالله کتشان مصاحبه میکنیم و در مورد گلغوندی از پیشان معلومات میخوایم با ما باشین بیننده عزیز سلام علیکم کاکا و علیکم جان و جور بخیر خوب است اسم مبارک اسم مبارکم شمس‌الدین شمس‌الدین کاکا خوب هستی خیرتی شکر فضل خدا ماشاءالله در یه برشیشتی فضا چطور است فضا خوبیش از دیگه این بارندگی بود دل ما تنگ شد اومدیم دیگه دمی گلغوندی که اکثر دل ما روشن شود خب خانم نزدیک است خانم نزدیک است بخی نزدیک است ماشاءالله کاکا خب بیخی دل زنده است دیگه والا ما خوب که نکنیم میکفیم دیگه چی کنیم تنها آمدی یا نه که رفیقات بخی کتیم یک دو تا اندیوالا و دوستا اومدیم گفتیم بریم طرف گلغوندی که تا خونه دل ما کفید بخی بارندگی بود نوش جان تان چطور است فضا اینجا چطور است کاکا فضاش دیگه خوب است دیگه همه تو که آسمان صاف باشه فضاش خوب است دیگه همه تو خوب بیرو با لب و جف گلغوندی هم صحیح می باشه که روشن باشه دیگه آسمان صاف باشه که بارندگی باشه دیگه مردم میگریزنه زیاد باران گیرش میکنه دیگه خب باران که باشه خب کسی نمیپاید دیگه کسی چی رقم استقامت کنه اینجا تر میشه میره بدر از ولایت ها مردم اینجا کاکا زیاد میانی؟ اومده میره مردم ها از ولایت میخیزه میای یک تفریگاه دیگه میای تفریگاه خودم میشینه میره بدر این باز چند بجه باز میباشه چند بجه بسته یا شب و روز باز است؟ شب و روز باز است خب تا کسی که شب پای بود شب پای میپایه که نپایید اون بیگاه که شد میره رای خودم میگیره میره بدر خب یعنی تو مردم ها هم هستن که اینجا میان از طرف شب خیمه چیزا را جور میکنه به خود شب اینجا میمانه یکم تمیشه که بارون نباشه میپایه شب پای میپایه و سبا بیگهش که میشه میره بدر خلاص خب کاکا سلام علیکم باش که کت کاکا مصاحبه خرابیز خوش آمدید در گلغوندی ما بخیر بخیر باشی کاکا جان چای خدا خورد هیچ به ما نگو که چای میخوری بیادر زاده یعنی بیخی سماوات خدمتت هست شما خو میمون هستی سر ما حق داری زنده باشی کاکا جان چای سیاه خوردی یا سبز چای سیاه خوردیم تریاکی نه ماشاءالله چای سبز اکثریت مردم خوش ندارن چای سیاه را خوش داره من خود ما علاقمند چای سیاه هستم خود تو را که دیدم ماشاءالله تو هم چای سیاه را خوردی تو رو میتیم سماوات جوش است قربانت زندگی چطور میگذره کاکا جان خدا روزی رسان است
بیشکت چطور اینجا سماوات از خودت است کاکا؟ سماوات از خودم از ولی خود تو دیگه همه روزه هم اینجا هستی؟ روزم اینجا هستم ها. با معلومات تو خود در مورد گلغوندی زیاد است، اگه به بیننده های عزیز یک کمی معلومات بتی خوبتر است. گلغوندی خود دولت پروانه می تفریحگاه مردم است که خورد بزرگ وقت گلش 2 ماه 3 ماه جمعه شو میپایه روز میپایه آزادی است، کسی را به کسی کار نیست. خب ماشاءالله دیگه کت کاسه و دیگه هر چیز خود می اینجا دیگه میکنه خوب لذت میبره پس. بله دیگه کاسه کسی مزاحم کسی نیست، یک تفریح جای است آزاد گفت است. 3 ماه دیگه موسم گلش میمانه دیگه. بله 2 3 بعد از 3 ماه مردم میای اینجا به چکر کاکا؟ میای کم و توم دیگه وقف بالی زیاد نی کم و توم میای. آهسته دیگه کم میشه. بله خب تو خود نام خدا هر روز اینجا هستی، تو دیگه بیخی خاص از طبیعت لذت میبری. بیخی هر روز هستیم میگم. بازا بر زیاد خوشت میاد این ساحه که میباشی یا هفته باشه؟ نمی فعلا نمی هوا بسیار خوب هوا، نه هفته است و نه باران است متعدل. بسیار خوب. به بیننده های عزیز چیز گفتانی داری کاکا؟ کلگی بیننده های عزیز تو را میبینه مهربانی کن در مورد گلغنی چکر بیاین. چرا؟ نه از هر ولایت های جمعه میمونا می شو میپاین روز میپاین باید که جبهن تفریح جای. مقصد بیننده های عزیز فکرتان باشه اگه گلغوندی آمدن پیش کاکا یک چای سیاه را بخورین، کاکا چای سیاه فوق العاده را برتان نماده میسازه. بله بیخی سماوات در خدمتشونه. تشکر کاکا جان، وقت خوش داشته باشین، زنده باشین کاکا جان. قربانت کاکا جان، تشکر. میفهمین این سمت میهمان نوازی است. همه بیننده ها با تشکر. زنده باش کاکا جان. بیننده های عزیز کاکا را دیدیم ماشاءالله از طبیعت خیلی لذت میبرد و در کنارش چای سیاه خودم نوشی جان میکرد دیگه. تا آخر برنامه با ما باشین، پیش میریم که دیگه جوانا و مردم هم اومده به تفریح که از اونها مصاحبه میکنیم و شما از طبیعت لذت ببرید. سلام بیننده های عزیز، با یکی از برادرای ما استاد هستم با رفیقا و دوستای خود آمدن چکر به تپه گلغوندی. اسم مبارکه؟ اسم محمد یاسر. یاسر جان خوب هستی؟ خیرتی؟ چکر آمدی؟ والا. چی وقت آمدین بخیر؟ والا یک ساعت میشه. خب از کجا آمدی؟ از خیرخانه کابل. خب با جمع دوستا آمدی؟ با جمع دوستا آمدیم. و چطور است هوای گلغوندی؟ والا خوب هواست دیگه. خوب جای. دیگه میک خونه کردین امروز؟ نه امروز چکری آمدیم. نه وقت آمدی نه؟ وقت می آمدین رفیقای تا ماشاءالله زیاد بود، یک دیگ میکردین؟ نه گپ نیست، رستوران زیاد است بس. چهار کار میریم. نه اونجا میخورین. بیا پیش بیا در بیا پیش بیا. سلام علیکم. جان جورت بخیر. خوب است که می طرف استاد شو. اسم مبارکت؟ فیروز هستم، از قلعه نجار آمدیم. خب فیروز جان چکر آمدی باز از پیش ما میگریزی؟ والا نه همون تو چکر آمدم قمیاندی والا کل ما میشه. حال آمدی؟ یک ساعت میشه همین تو گفتیم باشه یک گلغوندی رو هم ببینیم باز بریم. خوب کردی ماشاءالله، خوب فضا است، رفیقای تا ماشاءالله خوب خندروی ساعتتان تیر. والا ما والا اینو چی کنیم اینا فضا. راستش بگو شیرخ چارکار خوردی آمدی یعنی از این طرف که رفتی؟ نه میرم ماندیوال ما وعده کرده گفت میتیمتان. خب گندیوالتان وعده کرده. اگه به تو به یک چل ببری تا اونجا شیریخ نخره باز چی تو میشه در جنجال تاج میکنیم از بوتا برو کابل برو. خوب شیریخ والا که شیریخ نداد تاش میکنی تاج میکنیم دیگه. امو پیسی که شیریخ نمیخره مو کپاس کرای موتر. بانک بفهمه. خب تو برای چی خریدی؟ والا ما آمدیم گفتیم باش بریم گلغوندی رو سعی کنیم چاره کار دیدیم خوب و هوا است نو ساعت. خاص کابل آمدی؟ خب چطور لذت بردی؟ شکر از دیگه نمیبینیم دیگه. دم امرای دوستا واقعا هم چکر مزه میتنی. ماشاءالله رفیقای دوستای تو 7 نفر هستن، خوب خنده کده آمدین، ما در دیدم خیلی خوش بود. والا دیگه چی کنیم، غم کنیم نکنیم اینمی تیر میشه زندگی. یک خاطری جالبت از دوستایت بگو. خاطره جالب ما هر روز خاطره داریم خود. یکی شب کشکو یکی شب ما بیننده ها بگو یک خاطره جالبش. رفیقای تا که میبینم ماشاءالله شوخ طبیعت هستن، خوب خنده‌روی، حتما خوب خاطرهای جالب در یکی شب. میگم هر دقیقه که ما میگردیم هر کدام خاطره داره کدام. یکی از امروز بگو. از اینجا آمدیم بالا میرفتیم یا میرفتم نو کماندونی
پود موتر انداخته و جق خب او دیگه آمدن چی میکنه باز ما گفتم من از پیش موتر برک نگرفتم تو پایین رفتیم دیگه هر چیزش خاطر است دیگه حالا چی بگیم ما والا خب موتر خوابگار نشده؟ نه حالا خود ما شکر میریم جور میریم همین صحیح است. تشکر، زنده باشی. بیننده های عزیز و دوستای عزیز چیز گفتنی داری مهربانی؟ والا دیگه نه بیای چکر بیاین ما آمدیم اینجا یک منظره هم لذت هم دیدیم بیای شما هم بیای گلخندی سلام بگو و علیکم سلام. تشکر، زنده باشی بیادر. تشکر، بسیار زیاد تشکر. دوستای عزیز قسم که دیدین برادرای ما چکر آمده با جمعی از دوستای خود خیلی لذت بردن، ساتیری میکنن، خوش هستن، شادی میکنن و قسم که گفتنی هایشان شنید از طرف که میره شیریخ هم میخره دیگه خدا میفهمه که مورگ رفیقش هم شیریخ میخره یا را گوشنه و تشنه پس میبره دیگه. تا آخر برنامه با ما باشین دوستای عزیز، بالا میریم پیشتر بریم تا بتانیم برنامه مقبول به شما بسازیم. بیننده های عزیز، در ادامه برنامه بالا میبینیم که ماشاءالله کاکا جان با جمعی از 4-5 تا جوانا شیشته چای کتی توت نوشی جان میکنه. ما هم خواستیم که پیش کاکا جان بریم امروز مصاحبه کنیم که چطور چکر آمد از فضا لذت میبره و چی با خود آوردن. بیننده های عزیز با ما باشین، باش که اینجا نفتیم کمی آهسته آهسته بریم. کاکا جان کسایشان ماشاءالله گرم است، خنده میکنه. سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ خیرتیز و خیر. کاکا کلان ماست نه؟ سلام علیکم کاکا. و علیکم برادرم. بخیر، خوب است. اسم مبارکی؟ سهیل محمد پروانی. او سهیل محمد پروانی. پروانی صاحب چطور است؟ هوا چطور است؟ حالا چی یک آواز برادرم. معتدل اما تو. چند ساعت آمده که آمدی شیشتی؟ همینجا که برادر مدت 1-2 ساعت شد. نوش جانت. کاکا را که میبینین ماشاءالله تو تا چای کت چاکلیت نوش جان. همینجا که نوش جان میکنیم برادر. نوش جان. چطور است مردم اینجا زیاد میاد کاکا؟ مردم نام خدا ماشاءالله که گردین باران نمیبود بسیار مردم میامد. یعنی در باران مردم میرن تکلیف میشن که وقتی که و زمان میشن چیزی نیست که امکانات نداره که مقاومت باران داشته باشه. خانه کاکا نزدیک است اینجا؟ خانه کندز است شکر. او ماشاءالله از کندز آمدی. جانا. سهیل چکر. خب سهیل چکر همه سالمی یعنی امسال برابر شد. والا پارسال خود رمضان بود. نه قریب همین سهیل گل رمضان بود نشد امسال دیگه. تفریق کردیم ولی خب نام خدا بیروبارتانم زیاد از 5-6 تا جوانام است، نه دیگ آورده نه کاسه آورده نه بعد از نان آمدیم ندارم. نان خورده آمده. نان نوش جان کردیم ولی اینجا برادرای من اینجا مهمان آمدیم. اینجا قسمه که معلوم است شوروا فکر کنم خوب نام داره. شوروا خورد یا دیگه چی؟ شروع شمالی برادر. از گوشت تازه یا قاق؟ گوشت پهن برادر. نه گفتم تازه بود یا قاق؟ تازه قاق خودی قربانداست. این طرف هم زیاد مردم گوشت قاق میکنن. بعضی که امکانات دارد نگاه میکنن، نداشته باشه نگاه نمیکنن. خب بسیار خوب. انشالله که از فضای تپی گلغندی لذت برده باشین و کاکا هم 1-2 دقیقه مصاحبه میکنیم. کاکا سلام علیکم. و علیکم. نام مبارکت؟ عزیزالله. کاکا عزیزالله نام خدا. تو تا خوردی نوش جان؟ سلات کردم تو چای فریما. نوش جان. چطور هستی کاکا؟ خانه اینجاست؟ خانه در قریه خوشحالم. او کاکا شانی ممانا را میمانی دادی یا نه مانده سری تو؟ خوردیم در خانه چیزی که بود. خوردیم خیستیم اومدیم همیسو. ما را چی میمانی میدی بخیر؟ شو بیایی بریم. اینجا خود چیزی نیست تا قریه بریم هرچی. چی را پخته میکنی با ما که ما کاکاشان کلگی میمانت شویم؟ شوله باشه، پلو باشه، گوشت باشه، هرچی خدا بود. بازه. خب شوله قربانی هم کاکا نام داره میگه نه؟ مردمای کابل خو خیلی درست کردن. ساختنش هم سیر سخت است. میکنیم یک کاری. کاکا چی کار روزگار؟ ای ما دیگه دینمی کار سنگ است. خب کار سنگ میکنی، باغ ماغ نداری؟ نه.
چطور است از شکر لذت بردی؟ یعنی فضا خو ماشاءالله خیلی دلچسب. نام خدا خب جای آزاد گلغوندی چکر دیگه چای سبز، توت، چاکلیت. چای نوشی جانت. کاکا سلام علیکم. خوب هستی؟ خوب است؟ بخیر است؟ کاکا چطور هستی تو؟ فضل خدا خانه خو همین جست نه؟ خانم میجسد چه وقت چکر آمدی بخیر؟ یکم سال نیش آمدیم یک ساعت شده که کاکا چکر آمده. از فضا لذت بردی؟ ساعتی ساعت بسیار خوب، فضای سبز است نه؟ آسمان سبز. آسمان ابر است؟ بخشش باشه ما در بغلت بشینم که در کمره صحیح بیایم. بخیر باشید. خب چند ساعت 2 ساعت میشه که کاکا تو هم آمدی؟ بله. کاکا میمانتان است فکر کنم. او میمان ما سه دیگه میجستن. کاکا میمان است ماشاءالله که پیش شک سیر تو تمان دید نوش جان میکنه نه؟ نه توت خو پیدا نمیشه، باز توتی از اینجا خودگه خاص چیزش همی توت است نه؟ بله بله. کاکا کدام خاطری جالب از تپی گلغوندی از این ساحه داشته باشی با ما بگو؟ شما خو ماشاءالله کلانای ما هستین، پر از تجربه و خاطرات هستین. هوای فضا است دیگه، سرسبزی است، بسیار جای خوبش هست. ما این به طرفی اومدیم. کدام وقتا اینجا زیاد بیروبار می باشه؟ این وقتا می باشه دمی گل ارغوان می باشه. امی وقتایی چقدر طول میکشه می موسمش؟ 1-2-3 ماه است نه؟ 1 ماه می باشه دیگه، می تو بیروبار زیاد. بعد از 1 ماه بیروبار آهسته آهسته کم میشه. کم میشه. بله. تو خو نگفتی مجبور کاکا با ما که خاطره جالب خدا بگویه. چطور کاکا؟ چی کده؟ کلش ما قبول خلاص. کاکا را گفتم که خاطره جالب تا بگو، میگه از ما کلش ما قبول خلاص شد. خب کاکا چیزی گفتنی داری با بیننده های؟ نباشه اگه شو پیش ما میره. قربانت ماست کاکا، بریم که ما میمان شو. قربانتان، وقت خوش داشته باشین. تشکر که ما را وقت دادین کاکا. خوش خندان باشید، بخیر سلامت باشی. بیننده های عزیز قسمی که دیدیم کاکایشان ماشاءالله خوب دل زنده بود. تشکر، زنده باشی. باش که دوستای عزیز که از کاکا یک کمی توت بگیریم. کم بودی کاکا؟ این نشانی تپی گلغوندی پیش ما باشه. بیننده های عزیز تشکر، زنده باشی. بیننده های عزیز در ادامه برنامه با ما باشین که کاکایشان مصاحبه کردن. واقعا از فضا لذت میبردن. توت، چای، چاکلیت، دوستا رفیقا میمانی کردن، نان خورده آمدن. بیخی ساعتی از کاکایشان ماشاءالله بیخی تیر است. تا آخر برنامه با ما باشین. سابسکرایب یوتیوب چنل اذان افغانستان از یادتان نره. دونکو دلته مول د ډیره خسته زینې وې، زه ستړی هم شوم. په زینو کې راجیب شوم. پاس ګورو چې ډیره خسته ونې، ډیره خسته فضا ښکاري. نو درنو لیدونکو له موږ سره اوسئ، د دې ښکلې ښایسته خپرونې نه خوند واخلئ. ماشاءالله دلته ډیره ښایسته جګې جګې ونې دي، ګلان هم شته او په مابینځ کې یو ساختمان هم شته ده. داسې ښکاري چې ساختمان څه نه څه د منځه تللی، خو ډېره ښکلې سنګکاري ورته ویل شوې ده او ډېره ښایسته فضا ده. ستړی شوم په بښنې سره دوستانو که تاسو دا فضا وګورئ څومره ښایسته ده. په جګه سطحه ده، د خپله موقعیت د ګلغوندۍ تپې په سر کې لري. دا هم هغه څپره ده چې خلک راځي دلته یې د لاندې نه کیني او خپل دیګ کوي. 10-15 نفرو په تعداد دلته خلک ځایږي او د دې ځینه خوند اخلي. خو دا هم یو څه ناڅه تخریب شوې ده. هیله ده چې د مربوطه خلکو له لوري نه دا جوړ شي، ورغول شي، تر څو هغه هیوادوال چې دلته د میلې لپاره راځي دې فضا څخه خوند واخلي. ماشاءالله ډېره ښایسته فضا ده درنو لیدونکو، ښایسته ښکلې یخ هوا، ښایسته شنه باغونه، شنې ونې او ښایسته ګلان. ماشاءالله تاسو وګورئ دلته ډېر ښایسته فضا ده. دلته وګورئ درنو لیدونکو، لږ دې خواته راځو، دا فضا هم په تاسو ګورو ځکه دا لوړه سطحه د دې ځینې لاندې ځایونه ډېر ښایسته او ښکلي ښکاري. د دې ځینه به زموږ همکار تاسو ته ویډیو وکوي او تاسو به د خپرونې نه خوند واخلئ. درنو لیدونکو، موږ همیشه کوشش کوو، تلاش کوو تاسو ته داسې ښکلې ښایسته خپرونې جوړې کړو
ترڅو تاسو زموږ د خپرونو نه د دنیا په هر ځای کې چې اوسئ زموږ د خپرونې نه خوند واخلئ، لذت واخلئ، هغه تیر یادونه را تازه کوي چې دلته راغلي یاستئ، اوس مسافر یاستئ، په نورو هیوادو کې یاستئ، یا هم نشئ کولی دلته راشئ خو یو ځل راغلي یاستئ، یا مو هم د دې ټپې په هکله یا داسې نورو ځایونو په هکله خبرې کیسې اورېدلې دي خو لیدلې مو نه دي، نو موږ تل هڅه کوو په داسې ښکلو تاریخي ځایو کې، پارکو کې، کوم چې ملي پارکونه دي هلته، سیاحتي ځایو کې، ډېرو ځایو کې تاسو ته ښکلې ښایسته خپرونې وړاندې کوو ترڅو تاسو د دې خپرونو نه ښایسته خوند واخلئ. نو موږ خپله خپرونه همدلته په همدې ځای پای ته رسوو ترڅو زه بیا خیبر هوشمند ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی بخښونکي او مهربانه څښتن تعالی سپارم. بیا هم د یادونې وړ ده چې د اذان افغانستان یوټیوب چینل سبسکرایب، لایک او کمنټ مو له یاده ونه وځي. تر بیا چې بیا تاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی بخښونکي او مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو مددگار شي.